الله علیه و سلام به همه امتوش تا روز قیامت آگاه کرد و گوشزد کرد که شما امتی محمدتون به یک جویگی. اولا اینکه عالم باشیم. عالم البته که مرتبه عالم او قدر بلندی هست که هم خدا در قرآن والذین اوتوا العلم درجات خدا در قرآن بیان میکند. واسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. اهل ذکر شما سوال کنید و اگر چیزی نمیدونسته باشین. اهل ذکر یعنی علما هستند. خیلی خیلی وصفش در قرآن اومده است. در حدیث ها که بی نهایت حدیث های زیاد هستند برای علما که پیامبر خدا بیان کرده است. حبیب خدا میگه به امتش اولا که شما عالم باشید. یعنی عالم کسی که ترس خدا در وجودش داره. هر کسی که ترس خدا در وجودش داشته باشه او رو عالم گفته میشه. نوابسته که از علم بسیار، چون که این سخن من نیست بلکه سخن الله ذوالجلال است که انما یخشی الله من عباده العلماء. از همه بندگان ترسناکتر به سوی پروردگار بندگانی هستند که هستند و علما هستند. علما از خدا میترسند، ترس خدا دارند. حضرت ابی امامه باهلی رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان میکنه، حدیث مسلم که یحشر یوم القیامه عالم و زاهد فیقال للعالم فیقال للزاهد ادخل الجنه ویقال للعالم قف حتی تشفع للناس. در روز قیامت میگن علما و زاهدا را محشور گردانده می شود. یک قسمت مشایخ مثلا بزرگا و شیخا و صوفیا و اینایی که عمر به عبادت گذراندن، از حرام و از مکروه پرهیز داشتن، دائما عشق خدا داشتن، نماز نفل داشتن، ذکر خدا داشتن، تهجد داشتن، آب چشم داشتن، در یک قسمت دیگر علما محشور کرده می شوند، جمع زیاد. و حکم می شود از جانب پروردگار اولا به مشایخ ادخل الجنه، شیخا و زاهدا و اولیاء الله شما داخل جنت شین، اولا با ما حکم می شود. و گفته می شود برای اهل علم، برای علما که قیف شما بشتید. برای چی؟ حتی تشفع للناس، حتی که این مردم گناهگار شما شفاعت کنید. اولیاء الله و مشایخشون تنها شیخا و صوفیا داخل جنت میشن، اما علما را الله ذوالجلال منع میکنه، قیف میگه شما ایسته، میگه حتی تشفع للناس، حتی که مردم گناهگار شفاعت کنه که داخل جنت شن. که شفاعت اخیار حق هست، یعنی شفاعت پیغمبرا، شفاعت علما، شفاعت صدیقین، شفاعت شهیدهایی که در راه خدا شهید شدگی هستند. شفاعت اینا حق هستند. همون وقت شفاعت میکنن که الله ذوالجلال بخواهد. در آیه کرسی داریم که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. همون کسانی که من ذا الذی یشفع شفاعت میکنن الا باذنه، مگر به اذن پروردگار او شفاعت میکنن. یارچ میگن، اخیار میگن. و از همه در شفاعت عظما نصیبی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میشه که شفاعت عظما میگن که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از حضرت آدم تا به قیامت شفاعت میکنه، نه یک قوم خشک. خب اولا پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد که عالم باشین. او دو عالمن. اگر همه عالم شدن نمیتونه، علم گرفتن کاری آسان نیست. عالم شدن میگه با سوزن چاه کندن است. با سوزن خطی چه چاه میکنی؟ مقصد همین خیلی مشکلات داره. همه عالم شده نمیتونن. او دو عالمن. او متعلمن. اگر عالم شده نتونستین، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه متعلم شین. متعلم گفته تعلیم گیرنده. طالب علم شین. مثل موری طالب علم هستیم. از یک علما میخوایم یک چیز بفهمیم، کتابو رو میبینیم، از یک کس پرسش میکنیم که از یک چیز آگاهی داشته باشیم. متعلم انسان باید تا مردنش متعلم باشه، تا مردنش. اگر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در باب متعلم میگه که معنی غبر قدمه فی طلب العلم حرم الله تعالی جسده علی النار. هر کسی که دو قدمش غبارآلود میکنه در طلب علم، مقصد همین دو قدم میزنه و
تگی پشت رو بارلود چنگالود می شود. همین کسی 2 قدم برای طلب علم بزنه، الله تعالی جسد او را بر آتش دوزخ حرام میگرداند که طالب علمی قدر فضیلت دارد. حتی یک حدیثی ضعیف هم هست که اگر یک عالم یا متعلم با یک قشلاق با یک مثلا که ده گذر کنه، اگر فقط از بین قشلاق بگذره، اوجا نشینه، نه چوی بخوره، نه نون و نه آب و نه امر معروف و نهی منکر، همه با مجرد فقط یک گذشتنش خداوند 40 روز عذاب قبرستان امرا عذابش برداشته میکنه، فقط با یک گذشتن عالم یا متعلم که قدر فضل درجه دارن. خب پیامبر گفت عالم باشین یا متعلم باشین، طالب علم باشین. که طالب علمی فضیلت داره که طالب علمی معناش نیست فقط همین کودک باشه و بچه‌یوش باشه، فرق نداره. در 80 و 90 هم که باشی باید طلب علم داشته باشی. همون سالی که درس ها بوده آزاد بوده طلب علم میکرده، مسافده 75 80 ساله بودن یا من درس میگفتن. و چی خاطر؟ هر کسی که در طلب علم اگر در همون حالت از دنیا گذشته شود، خداوند فرشته میگه خلق میکنه در قبرش که تا روز قیامت درسش میده دیگه، نه حساب و نه کتاب و انهایی چقدر فضیلت داره طالب علمی که باید که طالب علم باشه. طالب علم دعاش مستجاب میشود و شرطی که طالب علمی البته که به تقوا باشه و طالب علمی خدا پرست باشه و طالب علمی باشه که مثلا در لقمه احتیاط داشته باشه، نماز شب داشته باشه و گناه کم کنه و نمیخواد. گفتو عالما او متعلما. سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت او مستمعا. اگر عالم شده نتونستین پس طالب علم شید. اگر طالب علم هم که شده نتونستین، درس هم که گرفته نتونستین، از روزگار و از مثلا دیگر کارهاتون مشکلاتون، پیامبر میگه او مستمعا، شما مستمع بشین. مستمع گفته گوش کننده علما. گوش کننده علما هم مثل علما ولی فضل درجه بزرگ داره که امروز بسیاری از نمی برادران نقل میکنه و قصر کار نداره، میبینی یک فاسق یک فوجی را پرسموتش در اینترنت میبینی میلیون چند میلیون همون یک کار فسق فجور را تماشا میکنه، چند میلیون آدم. اما یک امر معروف و نهی منکر باشه که هم دنیاش آباد میشه هم آخرتش آباد میشه، هم همین امر معروف و نهی منکر چی میگه؟ پدرت احترام کن، مادرت احترام کن، همسرت احترام کن، فرزندات تربیه خوب کن، جنایت کار نشه، فاسق نشه، فاجیر نشه. همین سخنها رو میبینی چند هزار آیه، اما در فسق فجور میبینی میلیون آیه. همون است که پیشتر بزرگان میگفتن که در اخیر زمان همین در روزها و سالهای میآید که هزارها سومت مردم دوزخ میخوره و در یک سوم بهشت نمیخوره. این خیلی هزارها سوم در دوزخ میخوره و در یک سوم بهشت نمیخوره. در اخیر زمان بنده همین خیلی در بین بنده و دمو پیدا میشه. امروز که نگاه کنی قریب او خیلی شد. مستمع کسی که گوش کننده علما باشه هرگز خور نمیشه. حضرت بزرگوار مولانا میگه که هر کی از عالم گریزد در جهان او ز دولت میگریزد. این بدون کسی که از عالم میگریزد او از خوشبختی میگریزد، او از دولت میگریزد، او از خیر و برکت میگریزد. نمی هر کی جو که ببینیم این برادرایی که دوستان علما هستن، مثل برادرمون عقیل رحمان وری که چقدر علما را دوست می‌دارن، خونه‌اش دوی پر از علما و همین خاندان دوی پر نوش نعمت خیر و برکت است. و چی خاطر؟ هر کی از عالم گریزد در جهان او ز دولت میگریزد. اون بدون از عالم گریزد خو از دولت میگیره. بسیاری از برادرای اسم تلفنی سوال میتن طلاق زن یا که مرتد میشه یا چی، میگه برادر تو این واقعه که سرت گذشته است آیا یگون عالم قطع هم نشینی داری؟ اگر یک نفر قطع هم نشینی میداشتی کار نمیکردی، این گپا نمیگفتی. یگون بار در مسجد جمعه رفته امر معروف گوش کرده؟ نه. وقتی که از همین که دور باشه و در این مصیبت بلا به سر شما در میده. این چی است که سوم چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد او مستمعا. نه
و چهارم چیزی که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد که شما از او باشین، اگر عالم بشین، عالم شدن نتونستین طالب علم بشین، اگر طالب علم شدن نتونستین مستمع گوش کننده اینها بشین، گوش کنین که اونا از کجا گپ میزنن، از خدا، از پیامبر، از قرآن و از حدیث، که شما عمل کنین، راه از شو فرق کنین. وقتی که اینها را گوش نمیکردگی آدم میشه چی بلا و مصیبت ها میزنن.